سلام دوستای گلم، حال دلتون چطوره؟ امروز اومدم یک کلیپ آموزشی بذارم باهاش عشق کنید. روش های بستن اسکارف یا همون دستمال سر. دوستای گلم نگاه کنید، این یک اسکارفه. توی یک شرایطی هستید که طوفانه، میتونید اینو این حالتی بدید داخل، از بالا بیاد به این صورت. نگاه کنید، قشنگ خیلی مرتب، فقط چشمتون بیرونه. یک مدل دیگه هم که هست، میتونید اسکارف رو برعکس کنید دوستای گلم، میذارید رو سرتون به این حالت میگیرید، اینو میکشید داخل. اینم یک مدل دیگه که میتونید لذت ببرید. حالا میتونید حتی به این صورت خیلی شیک و مجلسی، حتی میتونید این قسمت رو بدید داخل که یکم فیتر بشه رو سرتون. حالا بخواید پیشونی بند کنید، اینو تا میزنید به صورت، به این صورت داخل، نگاه کنید، یک تای دیگه به این صورت میفته رو پیشونید. لذتشو ببرید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. عاشق همتونم.